بعد از آن گفتن که والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان، دوست داشتن در راه الله تعالی و بد دیدن در راه الله تعالی از ایمان است. گفتن دوست داشتن در راه الله تعالی یعنی چی؟ یک انسان دوست می‌دارد به آن خاطر که گمان می‌کند که الله تعالی همین آدم دوست می‌دارد. الله تعالی کی ها را دوست می‌دارد؟ الله تعالی عمومی مسلمان ها را دوست می‌دارد، از جمله با تقوادارهای آنها را، پرهیزگاران آنها را، محسنین آنها را، نیکوکاران آنها را، آنهایی که صبر میکنند آنها را. شما وقتی که به یک انسان نظر میکنید میگویید که الله سبحانه و تعالی همین بنده را دوست می‌دارد، من هم باید دوست دارم. در حقیقت باید هر کسی که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد باید ما دوست داریم. یعنی همین دوست داشتن در راه الله تعالی. باید دوست داشتن بنده مسلمان با دوست داشتن الله تعالی موافقت کنند. هر کسی که الله تعالی دوست می‌دارد باید ما دوست داریم. و اینچنین البغض فی الله من الایمان گفتند. بد دیدن در راه الله تعالی. یک کس بد می‌بینید به خاطر الله تعالی، گمان می‌کنید که الله تعالی همین آدم بد می‌بیند. الله تعالی کی را بد می‌بیند؟ الله تعالی هر یک کافر را بد می‌بیند و هر یک شخصی که اگرچه دعوای اسلام کند و ضد اسلام بجنگد و شعائر اسلام را بد بیند، مسجدها را بد بیند، ارکان اسلام را بد بیند، سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بد بیند، ما باید آنها را بد بینیم. یعنی این بد دیدنی در راه الله تعالی. بد دیدنی در راه الله تعالی از ایمان است. گفتم برای چی این سخن را آورده؟ این اصلش حدیث است. امام بخاری بدون ذکر حدیث و صحابه آن همین گونه آوردن که واقعا قول صحیح است. دوست داشتن در راه الله تعالی و بد دیدن در راه الله تعالی از ایمان است. دوست داشتن در یک وزن نمی شود. یعنی همه پیامبر صلی الله علیه و سلم را یک خیله ناز نمی بیند، دوست نمی دارد. یا همه ابوبکر را در یک وزن در یک مرتبه دوست نمی دارد. دوست داشتن مردم گوناگون است. و اینچنین بد دیدن فرعون ها هم، دشمن های الله تعالی هم در یک وزن نیست. همه یک خیل یک رنگ بد نمی بیند. بعضی ها بسیارتر بد می بیند، بعضی ها کمتر بد می بیند. مادامی که دوست داشتن در راه الله تعالی و بد دیدن در راه الله تعالی از ایمان است و دوست داشتن و بد دیدن فرق می کند، همین گونه ایمان هم فرق می کند. یعنی زیاد و کم می شد. ایمان همه برابر نیست. ایمان حضرت ابوبکر با همراهی حضرت عمر برابر نبود، یا ایمان حضرت ابوبکر یا ایمان صحابه ها با ایمان غیر صحابه ها برابر نیست و این به همگان معلوم است.